سلام به همه دوستان عزیز، بهنام محمدی هستم. رسیدیم به درس سوم از کتاب Oxford Word Skills at Advanced. Word Families. Word Families بچه ها یعنی لغات همخانواده، لغاتی که الگوهای مشترکی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونیم با جابجایی یکی دو تا از حروفش، یکیشون تبدیل به اسم میشه، یکیشون تبدیل به فعل میشه، صفت میشه، لغاتی که ریشه مشابهی دارن. خیلی ساده بخوایم توضیح بدیم، بریم بخونیم ببینیم چی میگه. By learning words that are part of the same word family, you can often increase your vocabulary quickly and easily. میگه شما با یادگیری بخشی از این لغاتی که هم خانواده هستن، شما میتونید معمولا دایره لغاتتون رو خیلی سریع و به راحتی افزایش بدیم، بهبود ببخشیم. خب for example, you will probably know the words in the left-hand column below, but you know the related words. میگه برای مثال شما احتمالا این لغات سمت چپ رو بلدین، خب اما آیا رابطه‌شون رو با اون لغات مرتبط هم میدونین؟ همین word family ها رو میگه. حالا بیایم پایین‌تر داخل جدول، 3 بخش داره این جدول. سمت چپ لغات رو گفته، وسط هم توضیحشون داره، سمت راست مثالاشون زده. من سعی میکنم بیشتر تمرکزم بذارم روی مثال ها و خود لغت که یادگیریش راحت‌تر باشه. اولین لغت mistake هستش بچه‌ها. این انی که روبروش نمیشه یعنی noun، اسم. خب mistake اسمه. داخل مثال گفته I mistook the woman in the cafe for a friend of mine. بچه‌ها mistake for یعنی اشتباه گرفتن با. ببین دقیقاً میگه من mistook the woman in the cafe، من اون زن رو داخل کافه با یکی از دوستام اشتباه گرفتم. خب پس اشتباه گرفتن با mistake for. بریم بعدی certain. بچه adjective certain nounش certainty، اطمینان. خب is there uncertainty things will improve. میگه آیا اطمینانی هست که همه چیز بهتر بشه، اوضاع بهتر بشه. پس certainty یعنی اطمینان. میگه is there any certainty that things will improve. آیا اطمینانی هست که همه چی بهتر بشه، اوضاع بهتر بشه. problem یعنی مشکل بچه ها. problematic یعنی مشکل ساز. داخل مثال میگه some places can be problematic for journalists. میگه بعضی از مکان‌ها میتونن برای روزنامه‌نگارا مشکل ساز باشن. some places can be problematic for journalists. لغت بعدی possession بچه اسم noun یعنی مالکیت. possess اینجا verb بشه، خب یعنی دارا بودن، مالک بودن. میگه some players just possess natural ability. میگه بعضی از بازیکن‌ها اون توانایی ذاتی غریزی دارن. پس possess natural ability یعنی توانایی ذاتی، دارا بودن توانایی ذاتی. benefit بچه benefit اینجا هم نون هم فعله، هم وربه، یعنی سود، مزایا. beneficial adjectiveش یعنی سودمند، beneficial. داخل مثال the extra money has been very beneficial. میگه اون پول اضافی زیادی has been very beneficial یعنی خیلی سودمند بوده برای ما. the extra money has been very beneficial. پس beneficial یعنی سودمند، benefit سود، مزایا. require بچه require یعنی نیاز داشتن، requirement یعنی نیاز. A university degree is a minimum requirement. میگه مدرک دانشگاهی حداقل نیازه. A university degree is a minimum requirement. پس requirement اینجا یعنی نیاز. لغت بعدی house هستش دوستان.
house housing بچه ها housing housing اینجا گفته چی buildings for people to live in we need more family housing بچه ها housing یعنی مسکن اسکان خانوادگی family housing we need more ما به اسکان های بیشتری نیاز داریم we need more family housing پس اینجا گفته ساختمون های برای زندگی افراد درست شد اسکان مسکن household میگه all the people who live in one house most households have at least one car بچه household بخوایم ترجمه یعنی خانوار میگه اون بیشتر خانوارها حداقل یه دونه ماشین دارن most households have at least one car likelihood بچه likely یعنی احتمال زیاد محتمل likelihood یعنی احتمال اسمشه خب there's not much likelihood of success میگه احتمال زیادی بود برای موفقیت وجود نداره there's not much likelihood of success پس likelihood یعنی احتمال there's not much likelihood of success handling بچه ها handle یعنی همون فارسی هم خودمون میگیم هندل کردن مدیریت رسیدگی اینجا ور بشه handling نمونش یعنی همون اداره رسیدگی مدیریت میگه the situation needs careful handling میگه این موقعیت نیاز داره به یه رسیدگی دقیق درسته اینجا careful handling یعنی یه رسیدگی دقیق و درست حسابی the situation needs careful handling guide بچه ها guide اینجا هم اسم هم فعل یعنی راهنمایی کردن guidelines بچه ها دستورالعمل guidelines there are guidelines on repairing all buildings میگه دستورالعمل هایی وجود داره برای تعمیر اون ساختمان های قدیمی guidance بچه یعنی هدایت راهنمایی کمک guidance help or advice our teacher gave us some guidance میگه معلم ما یه خورده راهنمایی به ما کرد یه خورده به ما کمک داد لغت بعدی apologize بچه apologize یعنی عذرخواهی کردن اینجا وربشه apologize apologetic بچه adjective بشه یعنی متاسف بودن اینجا میگه it's his fault and he's very apologetic میگون مقصره و خیلی هم متاسفه it's very apologetic پس apologetic یعنی متاسف شرمسار apologize یعنی عذرخواهی کردن بچه این یه نکته هم بگم اینجا توی امریکن به این شکل می نویسنش این زد که اینجا رو میبینین توی این امریکنه بریتیش اینجا گاهی اوقات اگه یه جای این به جای این زد اس بود تعجب نکنید توی بریتیش هم اس گاهی اوقات استفاده میکنن apologize notice یعنی noticeable واضح مشهود notice توجه کردن میگه the scar on his face is quite noticeable بچه scar یعنی زخم روی صورتش کاملا مشهود کاملا واضحه مشهوده include یعنی شامل شدن inclusive adjective بشه include شامل شدن inclusive یعنی شامل inclusion یعنی گنجاندن حالا مثالش ببینیم میگه bed and breakfast is 80 pounds fully inclusive bed and breakfast یه توضیح کوتاهی بدم دوستان bed and breakfast این هتل های کوچیک یا اون مکان های اقامت کوچیک برای یه شب اقامت و صبحونه اجاره میدن اینا بهشون میگن bed and breakfast معمولا این تابلوهای
هست میزنن بدن breakfast. هتل های کوچیک اینجوری میگن ولی اقامت شب و صبحونه. fully inclusive کاملا شامل میشه. inclusion میگه the inclusion of dancing as part of the entertainment was unnecessary. entertainment was necessary میگه گنجوندن اون رقص به عنوان بخشی از برنامه سرگرمی لازم نبود. compare یعنی مقایسه کردن. comparable یعنی قابل قیاس. this year looks good این سال خوب به نظر میرسه. are there comparable figures for last year میگه آیا اون ارقام قابل قیاسی وجود دارد برای مثلا سال گذشته برای پارسال. for last year. replace بچه جایگزین کردن. replacement یعنی جایگزین. irreplaceable یعنی غیر قابل جایگزین. بچه این آی اینجا زده منفیش میکنه دیگه. حالا بریم مثالش ببینیم. the coffee machine isn't working اون ماشین قهوه ساز کار نمیکنه. so can we get a replacement ما میتونیم یه دیگه به جاش بگیریم. پس replacement یعنی یه دونه دیگه میتونیم جایگزین کنیم. so can we get a replacement. my wedding ring is irreplaceable میگه اون حلقه عروسی من غیر قابل جایگزینه. human بچه ها اینجا هم noun adjective. human یعنی بشر. humanity یعنی بشریت. humanitarian یعنی بشر دوستانه انسانی. war crimes are crimes against humanity میگه اون بچه war یعنی جنگ. crime یعنی جرم و جنایت. میگه اون جرایم اینجا جمع میگه جرایم جنگی are crimes جنایتی هستن against humanity علیه بشریت در مقابل بشریت. The war has caused a humanitarian crisis بحران‌های بشردوستانه بچه humanitarian بحران‌های انسانی بشردوستانه میگه the war جنگ has caused سبب شده بحران‌های انسانی بشردوستانه. race بچه race معانی متفاوتی اینجا میده. اینجا نمیشه of people یعنی در ارتباط با مردم یعنی نسل نژاد قوم. race racism یعنی نژاد پرستی. racism we must take action to stop racism in the workplace ما باید take action یعنی یه اقدامی کنیم برای متوقف کردن نژاد پرستی توی محل کارمون. workplace. he was attacked by a group of racists بچه ها اون مورد حمله قرار گرفت توسط گروهی از نژاد پرستان. racist اینجا یادم رفت racist آره بچه ها racist یعنی نژاد پرست. racist نژاد پرست. اینجا مثالشو گفته. the newspaper was racist and was closed down میگه اون روزنامه was racist نژاد پرستانه بود و was closed down بسته شد. closed down یعنی بسته شدن. در لغت آخر recognize دوستان یعنی شناختن تشخیص دادن. اسمش میشه recognition یعنی شناسایی. مثالشو ببینید میگه she'd seen me several times but showed no sign of recognition اون بارها منو دیده بود اما منو نشناخت. بچه اینجا ما نمیتونیم به این شکل خودش ترجمه کنیم به زبان ما خیلی ترجمه جالبی نمیشه. نمیتونیم بگیم که مثلا but she showed me no sign of recognition هیچ نشانه از مثلا شناسایی از خودش نشون نداد. اینطوری نمیشه ترجمهش کرد. میتونیم راحت تر بگیم که اون بارها منو دیده بود اما منو نشناخت. اینطوری راحت تره. پس recognition. قسمت پایین داخل این کادر گفته
words in the same word family don't always have similar meanings. میگه این کلماتی که لغات مشابه هستن همیشه معنی مشابه هم ندارن. For example, the adjective worth can mean، برای مثال این worth رو اینجا اومده گفته، اولش گفته having a particular value، یک ارزش خاصی داشتن. دومیش گفته used as a way of recommending. خواستم این چیز دیگه بگم نشد. used as a way of recommending، برای توصیه پیشنهاد گفتیم میتونیم استفاده کنیم. The castle is worth seeing، میگه قلعه ارزش دیدن رو داره پیشنهاد میکنه، توصیه میکنه. The castle is worth seeing. It also has these related forms and meanings، میگه همچنین هم ممکنه این اشکال و معانی رو هم بده. The necklace is worthless without value، بدون ارزش. worthless یعنی بی ارزش. این گردنبند بی ارزشه. He is a worthy champion، اون یه قهرمان شایسته است. اینجا معنی شایسته اومده. One who deserved to win، میگه بچه deserve یعنی مستحق، سزاوار، شخصی که سزاوار برنده شدنه. The meeting was worthwhile، worthwhile اینجا بچه یعنی مهم، با ارزش، جلسه مهمی بود. درس سوم هم تمام شد. امیدوارم که استفاده کرده باشین دوستان. هر سوالی هم داشتین حتما پاسخگو خواهم بود. موفق باشید.